به خطرناکترین سرور جهان یعنی توبی توتی خوش اومدید. توی این ویدیو من قصد دارم تو خطرناکترین سرور یعنی توبی توتی چیت بزنم و پلیرهای دیگر رو بکشم و منابعی برسم و پیشنهاد میکنم اگر از این ویدیو خوشتون اومد سابسکرایب کنید. چون برای اول کار بزنم اینجا چی نوشته که 1394 احتمالا آیدی دیسکورد داده یا اسم داده ولی خب اهمیت نمیده. با چیت بیریم دوباره چوب کم چوب بزنیم تا وسایل خودمون رو دایمندی کنیم با استفاده از چیت و بتونیم که اون رو دایمندی کنیم بتونیم به هدفمون برسیم. اوکی بچه من اینجا یه بار دایمندی کرده بودم. اوکی من به آیرون رسیدم. خب البته با زحمات این ایکس ری جان. خب کفتینگو میذاریم استیکو بده داداش. ببین اوکی فعلا پیککس رو میسازیم چون دیگه به عکس نیاز نداریم دیگه. کلا میخوایم بریم همینو غارت کنیم بریم سراغ اولین هدفمون فول دایمند شدن و بعدش هم که بریم به پلیرها که بریزیم و غارت. من برم اونور. اوکی بذار من زغالم بردارم یه ذره. خب زغال به درد میخوره برای پخت و پز. به کلنگ آیرونی هم رسیدیم. بریم برای دایمند مستقیم میریم همینو مستقیم میریم برای دایمند. اوکی آقا همه دستا بالا روبرو دوربین بای بای. ماشاءالله جون بیا دوستای جوان برم مثلا. ماشاءالله بالاخره به دایمند رسیدم بچه ها. بریم اون دایمند اونوری هم بکنیم. داشته من تو خندیدی نانه ها تو نشنیدی شکستیم غرورم زمانه تو سنگ صبورم دلگیرم از تو بی نهایی. فولیم بچه ها فول. بذار من یه رو تست کنم بزنم کریتیو میتونم بکنم. اوه آره ای پسر کریتیو کردم بچه ها. مثل که تست کردیم و کریتیو میشه ها ولی یه جورایی خب آنتی چیت نمیذاره دیگه. خب اینطوری که داشتم ماین میکردم یه نفر دیگه بهمون اضافه شد. الو سلام خوبی؟ میای سرور؟ آره اوکی پس بهت زنگ میزنم. فول دایمند شدیم. نگاه کنید بچه ها فول دایمند شدیم. اوکی ببین حالم خوب. نگاه کن حالم خوب. فقط پلیر بدید من بکشم. خب بچه ها من نیاز دارم تا دوستم بیاد یه ذره این گاو و گوسفندا رو بکشم تا بتونم یه غذایی داشته باشم که با هم بریم رو پیدا کرم بریزیم. خب خودم رو فلاحن کنم. اوکی مبارکتی فول آهن کن. بچه مثل این که دایمنداش نمونده و اکانتش مثل این که نمیدونم گم شده و نمیتونه دوباره بیاد و منم واسهش دایمند جمع کردم. اوکی فرنیس هم بزنم غذا رو بپزم بریم غارت کنیم خونه های آواره رو. ببینیم چیه بچه. او فرنیس داشته. بچه ها مثل این که ما موفق شدیم غارت کنیم و این همه کندم اومدم دیدم که فقط تو فرنیسش یه دونه چوب بود. چی آخر؟ اینا ببین من فقط به دنبال غارت منابع مردم. وای مردم. یه چست هیچی نبود توش. یه پورتال. دوست شدیم با داداش خوبی؟ آقا میشه کمکم کنید؟ خب با همون دایمند پیدا کردنت کمکم کن. هیچی نبود که این چسته. چجور غارتی من کردن داداش؟ رکب خوردم کیومرس علی کوپر گرفتم داداش. این چجور غارتیه؟ این همه دارم با دست میکنم دیدم 21 کوپر دارم. بالاخره بهت رسیدم. بالاخره پس از کلی گشت و گذار بهت رسیدم. دمت گرم. ببین بچه ها تموم شد دیگه.
دمت گرم. کجا رفتی؟ به اینجا نمیذاری تشکر کنم؟ باش. خب بچه ما نیاز به یکم دیگه چوب داریم تا بعدش بریم غارت منابع رو شروع کنیم با این همه دایمند. خب یعنی ما فرصت گوش کن. چوب صورتی بده من. ما با این همه دایمند میشه بهم غذا بدیم؟ من 2 قلبم. گوش کن. ما باید یه خونه ای بسازیم برای انتقام گرفتن از اون یارو. باید یه خونه ای درست کنیم که یه در داشته باشه. اوکی. بعد جلوش خب دکمه ای، نه ببین اینور لول بذاریم. خب مثلا یارو اومد داخل، مثلا میخواد در رو باز کنه بیاد ما رو بکشه، زیر پاش خالی بشه بره تو لاوا. نمیخورم اونا از بس دیگه سرورا بودم. ببین گول و ولش کن. خب اون الان فکر میکنه قوی ترین پلیر دیگه. نه امیره رو بهش بگی میاد. امیره خیلی پروه. آره اونجا یه نفره. بنی بزنیمش. چرا منو میزنی؟ بزنش دیگه. نیمم. برو من دارم با نیم اسپی میرم دنبالش. میبینم اینجا هم هست. اوه بیا. چی؟ واه نصف این مال تو میشه. بیا اینم غارت. یه دونه کمتر بهت دادم، اشکال نداره. دونه دیگه بهت میدم. خب ایس مخفی درست کنیم بعد بریم زارو بکشیم. اوکی. مثلا من با فریکم برم ببینم چسته چی داره. حاجی این چستا اسپاندرن. خب چستش به درد میخوره. گرسنمون هم هست. ما مهمترین مسئلهمون غذاه. نه. آقا این از پشت دیوار میزنه. آره داداش خیلی خفنه. خیلی قشنگ بود. کیف کردم. اوه بیا غارت کردن. اوه شمشیر چوبی، چیز عکس چوبی با پیکاکس چوبی. من گرسنه نمیتونم بودم. دارم غارت میکنم. خب یه دونه چست دیدم، میخواستم بیام که خونهمون رو بسازیم و بعد بریم پلیر بکشیم. یه دونه چست دیدم بود خیلی بده. بذار فریکم برم. نمونه چه خبره. یه چست. چند پاور. این چند پاور. وای. دیسک 13. دیسک کت. واجی چیا پیدا کردم. فقط شالکر باکس نیاز دارم. وایسا این پاوره رو میارم. پاور سر رو میارم. خب این فقط چیز میزای زیاد داره. خب چیز خاصی نداره. میدونی چی میگم؟ مثلا چوب زیاد داره. خب نکته مثبتش در کلی چی نداره. میزنم عکسا کجا میره خونهشون. هه رو بکشم خیلی خوب میشه بچه. در به در 1 ساعت و 4 دقیقه است من دوباره پلیرم. خب اینو بکشم واقعا خیلی خوب میشه. بذار ببینم آیتمای آرموراش چیه. فول لدرایته حاجی. نه فرار نه من میرم میکشمش. احتمالا یارو میخواد بره تو این پورتال ندره. حالا من میرم دنبالش ولی احتمالا بمیرم که برم اونور خفتش کنم. بزنم پورتال ندره کو دقیقاً کجاست؟ آقا پورتال ندره خودش ساخته. آره میخواد بره چیز کنه. بچه‌ها اینم بگم وسط ویدیو، اینا یه تیم 2 نفره. یکیشون فول ندرایت یکیشون فول دایمنده. برم ندر. واجه احساس کنم یارو رفت تو ندر. بالاخره یارو پیدا کردم. فکر کنم اینا میخوام برن تو سقف ندر. حالا زیرشو میکنم که از این ور برم بهش رکب بزنم. فقط باید شانس بیارم نره. فکر کنم میره. حالا نمیدونم. من سعیمو میکنم که بکشمش. بچه اینم بگم اگه این ویدیو 50 تا لایک بگیره خب بیس مخفی درست میکنیم. اگه 100 تا لایک بگیره یه بیس نمادی درست میکنیم که قوی ترین پلیرها رو بهش دعوت کنیم که بیان اونجا و ترپشون کنیم. و برای بیس مخفیمون هم اگه خواستید ایده بدید
خب فعلا بریم تمرکز کنیم روی این پلیر. نمیدونم احتمالا بمیرم ولی باید امید خودم از دست ندم. خب امید خودم همینطوری فکر نکنم یارو بره یا منتظر دوستش که فعلا نمیبینم. حالا بذار من این فلایر رو بزنم ببینم فلای کو فلایر کو. اوکی به الان فکر کنم دیگه با فلای برم نمیدونم میترسم چیز چه فلای یهو وسطش چیز چه بیفتم بمیرم. حالا نمیدونم فلای آن میمونی یا نه. من ریسکو به جون میخرم و میرم. خلاصه اوکی فلای کار میکنم. وای مردم. بچه اونجای پلیره. اگه میخواین این سری رو ادامه بدم حتما ویدیو رو لایک کنید و کانال من رو سابسکرایب کنید و تا درودی دیگر بدرود.